خب تو این ویدیو میخوایم ریگی رو درست کنیم که با 2 بیده. این قسمت گذاشتیم قسمت دوم. بیدی که میخوام بذارم، جایی که میخوام فیش بکنم عمقش زیاده، 10 تا 12 فوت عمقش. برابر این لیدر رو به طول 5 فوت بریدم، سایزش 10 پونده. بید بالایی که میخوام بذارم بید 8 میله. توی ویدیو قبلی توضیح دادم به مفصل و با جزئیات کامل چجوری بید رو میذاریم و چجوری ستاپ میکنیم با یه دونه. این بید 8 میله مال برند کندی کریک، شماره 254 و اسمش هست اتمیک پیچ. وقتی یووی بهش میخوره خیلی قشنگ گلو میکنه، برای همین ماهی متوجهش میشه. گلاس بید شیشه‌ای. این بید این پلاستیکی پایینی بالایی شیشه‌ای سنگین تره و کمک میکنه که این ستاپ سریعتر بره پایین. 8 میل کندی کریک شماره 254. هوکی که استفاده میکنم ساز شماره 10 برای بالایی، پایینی سایز 8 بود گذاشتم چون بیدم 14 میله، بیدم 12 میله. چون بید 8 میل میذارم هوکم و سایز شماره 10 برند ریون و مدل اسپشیالیست. گره که استفاده میکنم بهش میگن اگ لوپ نات یا بیت لوپ نات. گره هستش که برای حتی وصل کردن بیت و اینا ازش استفاده میکنن. یه حلقه ای هست که میتونین در واقع اگ سک یا سپان بگ هم حتی توش بذارین. وقتی سالمون رو با تخم سلمون فیش میکنین تو اون بگا هست، به این که میزنین میتونه حتی بگو به اون اضافه کنین، یا اینکه سکین، یعنی بدونی که از بگ استفاده بکنین، تخم سلمون که به همون پوستش وصله یه تیکه هایشو ببرین و داخل اون لوپ میشه قرار داد. کاربردهای زیادی داره این گره اگ لوپ نات. تگند از بالای سوراخ در واقع حلقه هوکم رد میکنم، به این صورت از بالای حلقه رد شده. فاصله بین این دوتا رو من 16 اینچ میذارم. شما هر فاصله که دیگه دلتون خواست میتونید بذارید، ولی حداقل 1 فوت بذارید. من 16 اینچ میذارم برای اینکه بید شیشه‌ای میذارم کمک میکنه که بید پلاستیکیم قشنگ خوب بازی بکنه تو آب. لاین رو روی شنک هوک نگه میدارم و اینو 7 بار میپیچم دور این. ادامه لیدر رو از بالای سوراخ حلقه رد میکنم. میکشم ولی کامل نه، چون یه لوپ میخوام که اونجا تشکیل بشه که ادامه گره رو بتونم بزنم. لوپ و حالا 4 بار رب میکنم. هر بار که رد میکنم اون تگند یا حالا اون بید اولیه رو از توی حلقه میکشم بیرون.
این صورت. و این هوک میشینه روی نخمون. نمیدونم بتونید ببینین اینو. به این صورت. همونجوری که گفتم این چون بیت لوپ ناته یا اگ لوپ نات، وقتی اگه بخوایم بیت بذاریم توش، فقط کافی که این ادامه نخو به این صورت هل بدیم و اینجا میاد از اینجا بیرون به این صورت. بیتو میتونیم بذاریم یا حتی یه تیکه یارن میتونیم ببرین، یه تیکه یارن رو و یه تیکه یارن رو بذارین اینجا بکشیم میمونه و این خودش جلب توجه میکنه. و بعضی موقع اینو من میذارم که در حقیقت قسمتی از هوک رو بپوشونه. اگه خیلی دیگه آب شفاف باشه ممکنه این کارم بکنه. کاربردهای زیادی داره این گره رو، خیلی گره خوبه و خیلی راحت هم دوباره پشت کنیم اینو فشار بدیم داخل در میاد. بنابراین به این صورت بوم. خب هوکمون نشست به موازات لیدر. خب بقیهش دیگه سریع مثل همون در واقع که چطوری یه دونه ای رو گذاشتیم تو ویدیو قبلی، بقیهش هم همونه. بید رو رد میکنم. این بید شیشه ایه. بیدای شیشه ای معمولا کامل تمیزن، ولی باز با این حال من نگاه میکنم که تیزی نداشته باشه، چون شیشه ایه اینو خیلی سریع لیدر رو میبره. قبلا این بلا سر من اومده همه رو. و تفاوتی که داره با بید شیشه ای، من فقط 2 بار اینا رو رد میکنم دیگه، مثل اون یکی گره نمیزنم روش. فاصلهش همون 2 بند انگشت یا بین 1.5 تا 2 اینچ از هوک فاصله میدیم. بید رو رد کردم، یه بار دیگه میام ادامه رو از داخلش رد میکنم. این کار که انجام میدم اینو میذارم برای روی اون 2 بند انگشت رو نگه میدارم. بعد تست میکنم، میگم بید شیشه یه مقدار تولرانساش فرق میکنه. این پگ ممکنه اگه من 2 بار رد کنم رد نشه، بنابراین امتحان میکنم. بله یه دونه کافیه. با این سایز پگی که من دارم یه بار که دورش رد کردم کافیه. این فاصله 2 بند انگشت، این پگ محکم. بله این دیگه جای نمیره. ادامهش رو کات میکنیم، اضافه شو، و یه مقدار میذاریم ازش بمونه که یه موقع لاین رو ازش نبریم. این از این بکشیم اینجا. اگه اینجا بخواد پاره بشه اینجا پاره بشه، نه وقتی ماهی گرفت. این از این. و در انتهاش هم یه دونه سنپ میزنیم. این سنپ هم همونجوری که گفتم
برندش تورپیدو هست و این اسنپ کوچیکشه 10 یا 15 پوندی که البته 10 پوندش حدوداً 15 پوند رو تحمل میکنه. اینجور که گفتم گیره واقعا لازم نیست، من استفاده میکنم به خاطر اینکه دارم. و گیره که اینجا میزنیم هم Improve Clinch Knot. ترایلین هم بهش میگن. راستی ترایلین برند در واقع نخ قلابه. ترایلین هم بهش میگن یا Improve Clinch Knot. یک و این است. تمام شد. این ریگ ما با 2 تا بید 8 میل و 12